با طور مثال انتخاب کردن رستم امامعلی را شهرداری دوشنبه موضوع اساسی ما هم بالای همین نقطه حرف خواهیم زد. پایتخت که از مکانی خیلی مهم است، نه فقط در تاجیکستان، در همه کشورها، در همه سرزمین، در هر جایی که میری پایتختش یک سیمبولی همون وطن است، یا سیمبول است. یک وقتی که آلمان میگی در ذهنت مرکزش برلین میبیه، وقتی که روسیه میگی اتوماتیک جا میبیه مسکو میبیه، وقتی که امریکا میگی اتوماتیک پایتخت مرکزش میبیه واشنگتن. هر جا وقتی که انگلیس میگی اتوماتیک لندن در پیش نظرت میبینی، وقتی فرانسه میگی خب پاریس. همین خیلی وقتی دوشنبه تاجیکستان میگی اتوماتیک زیر نظری زیر فکرانی تخیلات هر انسان دوشنبه پایتخت شهر میبینه. دوشنبه باید یک مرکزی مدنیت، علم، فرهنگ، تکنولوژی، اخلاق از همه ساحه باید الگو، پیشرفت و نمونه باشه. ولی متاسفانه یک نفر با همین روی دست، همین خاک شاپیده و همین نمیدونم به هر واسطه آوردن گفتن یک متخصص، یک کادر جوان، یک با استعداد، یک جوانی با غیرت، یک جوانی کادر، یک نسل جدید، فلان 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 آوردن بالاترین مقام بردنش خب دست پارلمان کشور و رئیس شهر دوشنبه. عادتا در بسیار کشورها رئیس پایتخت یک نفر خیلی مهم، یک نفر استراتژی میشه. آیا ما در وجود و در قلب و در استعداد رستم امامعلی یگام نفر استراتژی میبینیم، یگام نفر برنامه داشتن کدام یک برنامه را میبینیم؟ وقتی ما میگفتیم کشوری تاجیکستان یک کشوری اولادی است، همگی میبرومدن که حرف میزنن که چگونه اولادی؟ ما میگفتیم که دختر رئیس، پسر رئیس، داماد رئیس، خدا رئیس، اوش وزیر، نویره وزیر، اوش وزیر، همه خیلی آمدن یک محیط گرفتن، ضبط کردن، در همونجا خیمه زدن، در همونجا راهبری دارن. به هر حال خب قبول نمیکنه، یک گروه نمیگه. وقتی که ما اومدیم بالای مرکز پایتخت نظر میکنیم، باز هم بگیم پایتخت یکی از بخش‌های خیلی مهم، یکی از نقطه‌های از همه مهمترین برای کشور است. در اونجا تمام وزارتخانه ها هستند، تمام رئیس ها و وزاره ها در اونجا می نشینند، تمام کارخانه های دولتی زیادترش، تمام انشاءات دولتی منظورم که بانک است و مالیات است و مفتیات است و فرهنگ است و دین است و اقتصاد است، هر چیزی که میبینید در از مرکز جبهه میگیره. بعضی اساسی مرکز است و مرکزی ما را که کنترل میکنه رستم امامعلی. میگه پیسته به مغز اگر لب واکند رسوا شود. آمدن زمستان یک کمی سرتر، درست است که ما نمیتونیم گفت زمستان رب داره به رستم یا به رحمانوف، ولی یک خاصی پروردگار است. ما نمیتونیم در مسئله آب و هوا بحث داشته باشیم، در مسئله گرمی و سردی بحث داشته باشیم، چون تصورات ما عقل ما به اون چیز نمیرسه. ولی وقتی یک راهبر کشور یک کادر انتخاب میکنه در صدری یک نهاد، یک وزارت، یک ساختار، باید متخصص باشه. وقتی بعد از یک کمی سردی شدن ما دیدیم که خبرهای زمان شوروی تا به حال در همون دوشنبه مرکزی ما جایگیر است، مانده است. یعنی بنام یک نفری خیلی کادر یا متخصص، یک جوانی با استعداد، حتی در چند گرادوس سردی نمیتونن خانه های مردم در برق دیان، آب تن، گرمی بدهند. در ازبکستان چند روز پیش بنابر نداشتن مسئولیت شهرداری تاشکند، رئیس جمهوری ازبکستان از وظیفه برکنارش کرد. یعنی در ما باید 7-10 روز میشه مردم دادی به آبی، به برقی، به سویدی، سردی میکشه، ولی یک بار هم ندیدم که شهرداری دوشنبه برآمده باشه در کدام ساحه در گوشه بحث کرده باشه یا حرف زده باشه یا مشکلات تعریضی کرده باشه یا کدام روزنامه‌نگاری را مصاحبه داده باشه که مسئله ای است مردم، من من حیث رئیس شهر، رئیس مرکز، رئیس پایتخت
ببینیم ما چی کارهایی را در دوام سالها انجام دادیم ولی چی کارهایی را ما نتونستیم انجام دادن. سبب اساسی چی است؟ هر گوشه مرکز دوشنبه میره در اونجا آب فواره میزنه، مردم از نبودن برق مینوله، مردم از سردی خونه مینوله، مردم از با دستامون از آبکشی خسته شده مینوله. ببینیم این مرکز از این دوشنبه است و این جنتلمن دعوای رهبری کشور دارد. وقتی یک نفر نمیتونه 4 خانه را در دوشنبه قوای برق و آب و تعمیری درست بکنه، آیا چگونه این ملت باید برای اینها اجازه بده که یا در سطح بالاترین مقام امروز فردای تقدیر ملت خطی بازی بکنه؟ ما در عملی دیدیم که اینها چقدر قدرت داشتن. با طوری مثال خب یا خوبونش با آب بیشتر صدا میدهند. در پی خنک‌های یک هفته اخیر در تاجیکستان شکایت‌ها از نظام گرمیدهی و دسترسی به آب بیشتر صدا میدهند. ساکنان برخی بناهای بلند اوشونه را در شهر دوشنبه بیشتر سردی منزل‌هایشان نگران نموده است. هرچند مقامات از حل مشکلات جای داشته خبر میدهند ولی مردم کار اداره‌های دولتی را در راستای حل کمبودی‌ها ناکافی می‌یابند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی موضوع را ادامه میدهند. بر اثر سردی‌های شدید روزهای اخیر تعدادی از بناهای بلند آشیانه در شهر دوشنبه به آب مانده است. ساکنان با هر گونه ظرف‌ها آب را از لوله‌های بناهای همسایه و حولی‌ها می‌کشانند. نیست. یک هفته و 3 روز میشه که آب نیست. سبب قطع آب در این بناهای بلند منزل یخ بستن لوله‌های اساسی ورود آب به بنا گفته می‌شود که کار شبکه‌های آب و کاریزی را قطع کرده است. اینا با آوای یخ کدگی تمام توالت هم برام در درونای چیز خونه هم جدیش اینا باور نکرده گلیمو در بیرون بردم موندگی همه چوک نمیخه خنوک. در نزدیک بناهای بلند منزل آبکشانی کودکان و زنان حتی مردم با ظرف‌های پلاستیکی زیاد دیده می‌شود. تروبا کفیدگی میگن کلینی دو قدم من محش همین من نزدیک پگه فردا تولد میکند 3 روز به 3 محل بچه چاکتی آب میکشند کلاس که آب میبرد. من پسرم اقشلاق آورد شرایط دوشنبه نقص هواهاش گرم شرایطش نقص خانه‌های گرم من آمدم آب میرم بیم چشمام ورم کرد خنک با میرم قشلاق میبرم این چی فایده اوای همه خانه خودم رفتشینم بهتر. با چیکار ما نبی چند ماه کشیدم استم میگه گودکا غلطیده گودک مایده دارم در خانه میستم میگه مادر به در آب کشیده. نمایندگان کارخانه آب و کاریزی دوشنبه سبب یخ بستن و به آب ماندن برخی از بناهای بلند منزل را صدمه در لوله‌های آبرسانی بناها نام میبرند. خیلی خوب بودو اکا جون این خنکه یگان کس گفته نمیتونست که سراز خیلی خنکی میبیا این آبی خنکه آبی گار نیست که خنک نزنه شا آبی خنکه خیلی خنک زده اکا باطره آبی خنک خنک زده است. خیلی اکا جون چیکار کنیم؟ هیچ نماینده مردم رئیس کدام یک ناحیه چه ناحیه در شهر دوشنبه نبر اومد با مردم گپ زنه. رئیس شهر نبر اومد با مردم گپ زنه، نبر اومد از حل مشکلات ها گپ زنه. ولی یک بیچاره نمیدونم منتیور است، نمیدونم در رمو کدام بخش گرمیدهی کار میکنه، یگام چی میگن او چاچیک بون از کدام اخرن از برآمده است میگه خیلی آبی سرد زده است. بلی اوزی خدا این مرکز است. ببینین ده من واقعا میگم من متخصص هیچ بخش نیستم. من وقتی همین مشکلات ها رو میبینم تصور کنید من در یک نهاد رئیسم راهبرم نه وقتی شما در مرکز میرین یک نفر راهبر میمونین از سال 2017 تا اینجوری ملکه 5 سال میشوه الکه ساعتی اوجه اتوماتیک باید راهبر کشور علیش میکرد به خاطر که الکه پیسته به مغز اگر لب وکنه رسوا شود الکه به مغز بودن اینها معلوم شد که این متخصص نبوده است. سردی هوا باعث هزارها نفر سرگردانی شده است. تصور کنید ای باز در دوشنبه وقتی در پایتخت کشور وقتی ما میبینیم در چنین مشکلات ها هفته ها میزنیم که مردم از نبودن کانالیزاسیون مینوله ای باز در عصر 21 بلیازی خدا ما بارها میگم تو که چون اینا فرهنگ شهرداری ندارن مردم اینا فرهنگ ندارن از مدنیت و اخلاق کیلومترها دورن یاد نمیدونن فرهنگ چی است نمیدونن علم چی است تکنولوژی چی است نمیدونن دمهای نوی بلند آشونه به این مشکلات ها دچار شده است که وقتی که
دام ساخته می شود باید برای هر یک تجهیزاتی که در اونجا گذاشته می شود متخصص او بخش باید بیا ببینه که این همین قبوره که ما در اینجا میخوابونیم لااقل 20 سالی گذشته را باید تاریخ ورق بزنی که سردترین هوا در تاجیکستان کدام سال و چند گرادوس بود. وقتی قبور در اینجا خواب کرده می شود باید جوابگوی تا 20 25 تا 30 درجه سردی را داشته باشه، برداشت باید بکنه. میفهمین؟ این از تکنولوژی باید بیان متخصصی هر یک بخش نظر بکنه. چرا ما چنین مشکلات ها در دوچار میشویم؟ باز هم برمیگرده بالای کروپسیا، بالای اولاد بازی، بالای این امید خش توار بازی، تجارت اویلوی. دوشنبه رسی رستم موملی 10 نفر موندگی است دامساز همه او دالی میتیه. آیا از یک بخش میتونه رفته خانه های رستم موملی کنترل بکنه؟ میتونه؟ کدام مسئول یک بخش دیوانه شده است که از وظیفه برکنار شدن میخواد؟ کی میروه؟ خانه کی است؟ این دام های رستم موملی است. قند تبخر نماینده فلان اداره و کارخانه تبره کنترل بکنه. قبوره که در اینجا میگه برداشت 5 گراد سردی را نداره، آینده برای مردم مشکلات میشه در زمستان. آیا میتونیم؟ ما داریم این نهاد؟ آیا تا 5 سال یک روزنامه نگار توانست از رفته از شهردار دوشنبه مصاحبه بگیره؟ ما داریم همین چیزا. ببینید دعوا داریم که متخصص کادر با استعداد جوانی با غیرت چرت و پرت و قور و بلا گفته از زمین تا آسمان برداشتینش. ولی برای ما پیدا بکنه که در همین روزهای سختی نه امام علی رحمان، نه فرزندش، نه ایش، نه اوش، هیچ یک مسئول نبرومده است با مردم گپ نمیزنه. روی حالا یا نمیتونم پیدا کرده. خیلی آوی سرد بود که کجا خیلی سردی داده است. تمام. این منطقی جواب کرده است. این خصوصا پایان‌تر رو میبینه که مردم کار کرده است او اومده است. آدی چی مشکلی ها با میان اومد که برطرف کرده است؟ خنکی او با خنک زایا که تربه خنک زده گه کافی دگه یا تربه کافی یعنی میدم او نداره. تمام منطقه او نشوکی به میمونه. شکایت دیگری ساکنان در این روزهای سرد سردی خانه ها و با طور کافی گرم نبودن نظام گرمایدهی است. باور کن خیر خانه بوده که میده اینی همسایه هم نبیردار نگاه کن هم یک کسل شد زنگ میزنه میگه اولی کمتر گرم شوه بعد اوی شما خیلی ما وقتی گرم شد ما در کار نیست ما در تمام جو بخوایم ما مراجعت میکنیم ما تمام اگر همینجا جاشو ممکن 2-3 هزار آدم همین امضا میکنن میره تو پرزیدنت میبروید ما رو 3 سال 4 سال شد همین خیلی احمق میکنن همین پول میگیرن انا او شو خیلی میشه خیلی میشه با خدا همین پر اینه باتری همین خونه همین طرف همه شمیه بقاب خود قپیدی. مسئولان مؤسسه شبکه‌های گرمایدهی شهر دوشنبه سبب کم شدن گرمی در باتری‌های منزل ساکنان را باز بودن درآمدگاه بیناها، حفاظت نشدن لوله‌های آبی گرم در تخم‌خانه‌ها عنوان کرد. وظیفه کی است؟ وظیفه کی است حفاظت کردن لوله‌ها در تخم‌خانه‌ها؟ شهر داریم و بلیازی خدا ما راهبر داریم در شهر. با گفت با امیدی که کادر جوان متخصص جوانی به استعداد بهترین کادر زمان استقلال مرکز دوشنبه بچه ما رحمان چه راهبری شهر است تمام عالم گلستان میشه. بیایم پیشروی را برین دوشنبه رنگ پاریس شده گازای مردم شما از دور گپ میزنین ریدن نداری پاریس ریدن نگفته شرمنده کردین مدنیت شهرداری را شرمنده کردین شما. خالیت که ما زبان انگلیسی نیست دیده خدا را شکر همین افغانی و ایرانی ما را میفهمه که همین مشکلات داریم ولی اگر در سطح بین ما شرمنده میشیم به این اصول وطنداری شما چهار به شرف ای بس به خدا قسم این چیز اگر ما بگم که در یک گوشه دوشنبه در یک ناحیه سینا ناحیه فیردوسی یک گوشش یک چند صد متر و چند صد نمیدونم 5-10 کیلومتر روستر یک مشکلاتی است در ناحیه مرکزی در کوچه مرکزی که سنتری دوشنبه این پره خانه امام علی است این پره نمیدونم یک بینای بلند آشونه یک وزارت است این پره یک وزارت است مرکز شهر آمده است مشکلات داره این یک نقطه مسئله آشغال بی در دوشنبه نگاه کن پرشیده درش نمیان بچه کش درش پرشیده مردم آوز ریخته اختر الله راه هستن میرن بوان که این سرابی سلاخان پاکت تی تکیده
iltimos hamira part kundan video için dinamo kamaze mesajın iltimos baran iragi xulot kash desakish meyravan kolkosu istirah namazı kimon aybaysa شما نتونستین در دوامی 5 سالی راهبریتون فرهنگ شهرداری برای مردم بیاموزین. نتونستین چون خودتون فرهنگ ندارین. من نمیدونم از کجای آوردن اینمی 4 تا بیسواد آوردن، رئیس ناحیه موندن، رئیس شهر موندن، رئیس دستگاه موندن، اومدن به نام دوشنبه را یک سوالکای آب تیار کردن پرتافتن. با میگم دوشنبه باید الگو باشد، مرکز پایتخت شهر سیمای هر یک قوم و ملت است. هر کسی که میبیا اولین قدمی که میزنه در دوشنبه میزنه، در پایتخت تاجیکستان میزنه. او بها میته این ملت، فرهنگ این ملت بها میته. ای بی‌شرفا، دعوا وقتی از فرهنگ میکنیم، وقتی از دعوای تکنولوژی پیشروی میکنیم، وقتی ما نسل گذشته ما چقدر انسان‌های با فرهنگ و با مدنیت بودن، وقتی یک خارجی میبیا آشغال میبینه، موس را میبینه در کوچه های دوشنبه، وقتی میبیا که در خانه ها شبانه بشم مردم سحر میکنن، شکایت مردم که فرزندامون مریض شد، فرزندامون بیمار شد، فرزندامون مرد خانه که ده، وقتی این شکایت ها را میشنوین، شما باید بیاموزین فرهنگ به استعفا رفتن. فرهنگی به استعفا رفتن باید بیاموزین. مرحمت. با طور مثال ازبکستان mana sizlar ishlamaganlaring uchun davlat yomonga chiqyapti. Agar sizlar yaxshi ishlaring hamma narsa yaxshi bo'ladi. Gap xatoing emas-ku. Men sizlarga ishonib kabinetga o'tiraman. Sizlarga mana qarab yerga ishonmayman. Mana qarab muzlab qo'ydim. Odamlar mana shundan norozi bo'lyapti. Kattalar yurgan joyda qilar deydilar, bu joyda hech kim qilmaydi. Mana eng katta odamlar, men o'zim ko'zim bilan ko'rmoqchiman, mana bu fakt. Davlat rahbarlari sizlarga PSJni kompaniya qilyapti. PSJda puli ham bor, to'g'rimi? Juda bo'lmasa o'zingni temir daftarga pul bor. Shu jingakina pul bersang, shu qor yog'ibdi, men hokimman deb mana shu atrofini tozalab bersang, bular ham baribir rahmat demaydi, vijdonimiz toza. O'zlari ham qilsa bo'ladi, shu damkomi bor. Yergurakda unutib yuborgan bular, nafatkani unutib yuborgan bular. Mana shu hamma narsa shu yerdan boshlanadi. Mana qarab, ما دیدین در کوچه های دوشنبه که ما دعوای پرزیدنت نمیکنیم. همین شهرداری جنتلمنی خودمون دیدیم که بیاید در بین مردم گرده و وضعیت برای مردم بفهمونه که وضعیت چگونه است. رئیس شهر شدن با اون معنی نیست که در سرود فرنجی بکنی، در یک اتاق در از داخل بسته بکنی، کسی طرف حق دیدن نداشته باشه. تو مسئولیت داری، وقتی رئیس میشی مسئولیت داری که تو برای با مردم باشی. بار دیدن که همین جوان در بین مردم برو گپ میزنه، حرف میزنه، مشکلات روی حل پیدا میکنه. دیدن همین چیزا چگونه رئیس شما انتخاب کردین؟ این نفر دعوا داره که فردا باید رئیس جمهور شود. ببینین یک نفره که 4 کوچه مرکزی را تازه کردن نمیتونن، فهمیش و عقلشون درباره پیشرفت و ترقیات و صنعت یک شهر نیسته، چگونه این ملت باید برای این طبقه انسان‌ها اجازه بده که برای در سطح راهبریت راهبر یک کشور باشن، تقدیر امروزی فردای ملت حل و فصل بکنن؟ چگونه ما باید برای اینا اجازه بدیم؟